دیدم جمال ابرو هلال بزری چشمش بنهاد خال اقرم لبود چشمی سیاه دل پاره کرد تغیینی گو راست گپ خونت رفته سو بدون که هرچه در درونی باغ شیشتگی بودی با جای منظوری خوب خوشتر با ایجی خوبتره که فرقش هم شرده بریم در خونت بشینیم سری دستر خوندی هم پیال چای گرفته بعد تبریک بگیم تا همه جیدم مبارک باشه فرزندار شوید مبارک باشه صاحبی بچه شیدنت و با برای چیزی که برای چیزی که صاحبی بچه شیدی با چو زیقی اکا آخه کدام نامرده زنی کلانیم ده بازی کرده او کازیولی نگفته که ما گفتم شوخیه انتظاری سخت باشد مرگواری زندگی میگذرد ما همه میگذریم لحظه ها میماند ما همه میگذریم السلام علیکم بابی جان و علیکم برسلام بابی جان بخشش همین یک چیزک میپرسیدم از شما های دختر با الله بای خیلی یکون دیگه رو پرسا خیلی بابی جان همین یک دقیقه همین یک سوال میدادیم تا تمام بابی همین دوره های مکتب خونیم فقط سوال میتین من وقتر سوال نقض میبینم دختر جان همین سوال که یکون دیگه ده بته یک خیلی بابی جان ما ژورنالیستیم ژورنالیست که ها بابی واه همین تو میگفتی بابا ها نه ما کم قطی خطایی ها بابی قطی مای آخه همین تو میگفتی با ما گفتیسم که نخوا یاد دختره که خوشوره که با قطیش امرح داره یا مصفید من کنه بخشش حالی مرا همونجا دیدوزیان ها بابی همش ما رو دیدسته اگله دختر ما لبای بابی ایقاق استرک براو استرک برا ایقاق استرک براو یکی همونجا که کامپیر مرا قطی تو ببینه با جنجال میکنه یکی حالی مرا دیدشی یا نموجوده ها دیدستی هم بابی ایت که نه سلیم همینجاش خوشروه خوشروه بابی انا که گاوزان بابی جان همین شما ده یک سوال داشتیم شما همچون یک شخصی روزگار دیده همین سوال ما ده جواب میگرداندین که برای که در جوانا عبرت شوه واو بگم همه میفهمه اگه نه همه میفهمه آخی بابی همین اینی حال هم شما رو همه دیدسته همه تای خیلی مایلی سوال مایلش میگفتن که ما اویله دارین البته همین مرده که خلاصیک همینجا تو میگرده اویله دارم شکر بهترین کامپیر دارم چند ساله که بابی جان اویله دارین شما؟ این شکر 50 سال شد که ما اویله دارم 50 سال شد بهترین انا که بابی جان میگفتن که در همین 50 سال یگان بار قطعه همی کامپیرتان یگان نافهمی ها بین شما شدگی؟ نه این خیلی گپا نبود خیلی گپا نیسته در 50 سال یگان بار یگان جنگ جنجال شدگی نیست بین شما نه در همین 50 سال نه یک بار ما طرفی کامپیر آواز ما بلند کردم نه کامپیر طرفی ما آواز بلند کرده ما یادگار مونده این سخت نگاه کردگی نیستیم بهترین بابی این خیلی باشه بابی جان شما خوشبختترین عائله بودین کو؟ ها بابی نه که بابی جان لبای همه سیکرت همه خوشبختی تا نمیگفتین
که چه به جنجال 50 سال شما یک جای زندگی کردین. درست. حالا وقتی که ما شاه عروس بدیم همین کمپیر رو ما همین در رو یه شرطنامه بستیم. همین شاه عروس بین همدیگرمون یه شرطنامه دوگوار کردیم که حالا گفتم که زنک جان این زندگی ای این وقتی که من ای کار آمدم این دستم پری پرودوکت ها این ای در دور آمدم یکی اگر دیدی که قواقای من انداختگی ای به نسترینیوم زیقم در رو کوخنی بدارم پیشم در نبیست کمپیر راضی شید. با گفتم که خیلی یک دو ساعت گایید که خیلی به خود آمدم با عصبام آرام شد زیقیم گذاشت با خودم فایرو میکنم تا همین تو گفتم راضی شید. راضی شید البته راضی شید. انا با کمپیرم در دگوار انا اسلوی خودش خوش کرد. کمپیرتون ها و عروسکم همین خیلی گفت که من مردک جان گوش کن. من گفتم لبایی انا وقتی که ای کور اومدی ای در دور اومدی یکی اگر نگاه کردی که نمالی ما کجیل بستگی هست دستم در میون مایو قواقم انداختگی های یعنی که نسترینیوم نیست پرودکتاتمون رو در رو ای در بیرون برو ها بیرون رو بگرد های 2 ساعت که نسترینیوم خوشو شد با خودم فایرو میکنم تا من قبول کردم. شما راضی شیدین؟ البته راضی شدم. البته زندگی خوش و خرسندانه زندگی بی جنجال مده در کار بداخی. همین اخیران سوال بله همین همون سیکرتی ای همه اساسیش میگفتن که همین جوانای ما در عبرت شو بابی جان. خب با همین شما در همین 50 سال زندگیتان یگان بار بیرون برآمدگین؟ دختر ما بیا که همین جای اساسیش نگو ما خیلی چیزه بس ایکا. آخه بابی جان ای همه جای همین اساسیش در کار همین جوانای ما ده. جوانا ده خیلی که باشه دختر ما با دقت گوش کن. جوانای محترم سکرتی خوشبختی خاندانی ما همیه که ما 50 ساله که در برنویم